اولین ویدیو از چنل داریوش تک. قرار داخل این سری از ویدیوها مفهوم ICDL رو بهتون توضیح بدیم، آموزشش بدیم بهتون که ICDL اصلا چی هست. مخفف کلمه ICDL میشه International Computer Driving License که به همون مدرک بین‌المللی کامپیوتر هستش که داخلش مهارت‌های 7گانه رو یاد میگیریم. اولیش مبانی کامپیوتره که سخت افزار چیه، نرم افزار چیه، رم چی کار میکنه، رام چی کار میکنه و یه سری از مفاهیم دیگه که جلوتر همه اینها رو ما با هم دیگه کار میکنیم. بعدیش ویندوز و مدیریت فایل هست، سیستم و امنیت سیستم برای کاربران، ورد مایکروسافت که آشنایی دارین اکثرا با هم دیگه، اکسل مایکروسافت، پاورپوینت و اینترنت و جیمیل هست که همه اینا رو ما به مرور زمان با هم کار میکنیم داخل چندین ویدیوهای متنوع. اینکه طول دوره چقدر، طول این ویدیوها چقدر واقعا نمیدونم، بستگی به بخش ها داره. مبانی کامپیوتر خودش یه فصل جدای بخش های جداگونه داره که باید با هم دیگه کار بکنیم. حالا اهمیت یادگیری ICDL شامل 7 سواله. چرا داشتن مدرک ICDL داخل دنیای امروزی ضروریه؟ نشون دهنده اینه که شما تسلط داری به سیستم، آشنایی داری با تکنولوژی، مهارت‌هایی مثلا تایپ، جستجو، اینا رو راحت میتونی کار بکنی. خب بخاطر همین حتی واسه مهارت‌های شغلی شما هم این موثره. ارتباطش با مهارت شغلی اینه که به شما کمک میکنه راحت با نرم افزارهای مختلف کار بکنی. یادگیری ICDL فقط واسه شغل دفتری نیست، واسه استفاده از تکنولوژی روز دنیا استفاده میشه. ما این مهارت رو داریم یاد میگیریم که با ورد، مایکروسافت، اکسل، اکسس، نمیدونم پاورپوینت، اینا راحت تر بتونیم کار بکنیم. چرا یادگیری سخت افزار و نرم افزار مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اگه این لپتاپی که من دارم باش ویدیو ریکورد میکنم یه جایش به مشکل خورد، دیگه نرم هزینه بکنم واسه ایبیابیش رو خودم انجام بدم. مثلا تاچ پد موسم کار نمیکنه، خب میدونم آقا این تاچ پد کار نمیکنه. مثلا اگه یه سری دوره های تعمیر سخت افزاری دیده باشم، راحت میرم قطعه رو تهیه میکنم، میام عوضش میکنم. اوکی، پس سخت افزار نرم افزار اهمیت داره دونستنش، فرقش، اینا همش مهمه. جلوتر صحبت میکنیم. در این منظورم از جلوتر داخل ویدیوهای بعدی ها، نمیخوام این ویدیو زیاد طولانی بشه. ICDL چگونه باعث پیشرفت شغلی میشه؟ اینکه شما دستت روون بشه داخل تایپ یا کار کردن با نرم افزارهای سیستمیت. مسلما چه اگر کارفرما داشته باشی یا خود کارفرما باشی، همه اینها مؤثر در اینکه شما تو شغلت پیشرفت بکنی. پس این هم هست. چه عناصری داخل این دوره آموزش داده میشه؟ مایکروسافت ورد، اکسل، مایکروسافت پاورپوینت، اینترنت و جیمیل. اینترنت درسته یه برنامه نیست، ولی خب خیلی حتی نمیدونن چجوری باید به سیستم این رو متصل کرد و ممکن است کاراشون بمونن. جیمیل زدن یا ایمیل ارسال کردن، نامه فرستادن به صورت الکترونیک هم بهتون یاد میدیم چجوری نامه رو مخفیانه برای یک فرد دیگری هم بفرستید. منیجمنت فایلز یا همون مدیریت فایل ها شامل این میشه که شما چجوری فایل جدید باید درست کنید. فایل ها اصلا چند دسته مختلفن، فایل متنی داری، فایل ویدیویی داری. این که الان من دارم تولید میکنم ویدیو داخل سیستم من یه فایل ویدیویی هستش. فایل به قولن تصویری داریم، یه اسکرین شات داخل سیستم من به معنی یک فایل تصویری هستش. امنیت سیستم برای کاربران هم شامل این میشه که شما چجوری از هک شدن سیستم جلوگیری بکنی، افراد سودجو وارد سیستمت نشن. و اینکه مهارت‌های ICDL فقط محدود به شغل اداریه؟ نه، مسلما اینجوری نیست. طراحی گرافیک، بازاریابی گرافیک، تحلیل داده و حتی کارآفرینی میتونه تاثیرگذار باشه.
یعنی شما فقط اینو یاد نمیگیری بری پشت یه میز بشینی که سر ماه یه حقوقی بگیرم. میتونی در کنار این مهارت، اینو که داری یاد میگیری، یه سری پس‌زمینه‌های دیگه هم ایجاد بکنی، مثلا طراحی گرافیک یا بازاریابی گرافیک، حتی تحلیل دادا که فکر می‌کنم داخل اکسس خیلی موثر باشه. اینا رو شما میتونی برای خودت اصلا چندین شغل مجازی هم حتی داشته باشی. پس به این دلیل که ICDL اهمیت داره. داخل ویدیو بعدی باهاتون در رابطه با نرم افزار و سخت افزار صحبت میکنیم، چی هستن بهتون یادشون میدیم و یه سری از سرفصل‌های دیگه. شما به خدا بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی. خداحافظ.